چهره‌های ماندگار. سپیتامین پرچمبرداری جاده آزادی و استقلال. تلاش‌های استقلال خواهی و وطن پرستانه سپیتامین یکی از درخشانترین صحیفه‌های تاریخ مبارزه‌های متشکلانه نیاگان سعودی و باختری ما علیه استیلاگران میباشد. این مبارزه‌های شدید قریب 4 سال ادامه یافته بعد مرگ سپیتامین هم آرام نگرفت و اسکندر مقدونی را وادار نمود که ده‌ها استحکام‌های حربی و گارنیزون‌های مدافعوی سازد. تنها در حدود باختر و سوخت موافق معلومات استرابون 8 شهر و از روی عقیده یوستین 12 شهر بنیاد نموده است که آنها اساساً برای نگاهداری و محافظت اتریادهای یونانیان و زیر اطاعت نگاه داشتن ساکنان این سرزمین قامت افراخته بودند. از شهرهای بنیاد نموده اسکندر مقدونی تا به حال برای ما اسکندریه اقصا در خوجند، اسکندریه لب آمو تخمیناً در ترمیز یا ختلان، اسکندریه باختر، اسکندریه اریا در هرات، اسکندریه مراغه در مرو و غیره معمولاً که آنها غالباً ماهیت استراتژی و حربی داشتند. در آثارخانه پلاتین شهر ریم پیکر اصلی سپیتامین که 2230 سال پیش به امر اسکندر مقدونی رسام لیسیب از سر بریده و خونچکان جد بزرگ تاجیکان ساخته بود نگاهداری می شود. آن را ماه اپریل سال 2009 نویسنده و دراماتورگ تاجیک عطا همدم پیدا کرد. بعد مرگ سپیتامین به طرف اسکندر مقدونی گذشتن اشرافان معنای انتها یافتن مبارزه را نداشت. اهالی محلی بر ضد استیلاگران نهانی و آشکارا برخاسته راه پیش گرفته سپیتامین را ادامه می‌دادند. مرحله آخرین این مبارزه ها در ناحیه های مرکزی باختر هنگام حرکت لشکر او به جانب دریای آکس امودریا راست می آید. موافق اخبار سرچشمه ها یکی از سرلشکران معروف اسکندر پالیپرخاند بعد محاربه های شدید بوبکین را مطیع کرده برای پایداری حاکمیت خیش شهر نوبتی اسکندریه را می سازد که از روی نشاندادهای بعض مؤلفان بین تملیت و مونک از روی دیگر سرچشمه ها بین هولبوک و مونک واقع گردیده است. جای همه این نقطه ها معلوم است. مونک در ناحیه خاولین واقع بود. هولبوک به طرف جنوب از کلاب در جای دهه قربان شهید در شفت دریای سرخاب. تملیت در جنوب گذرگاه وخش نزدیک نارک. در یکی از این جایها پالیپرخاند اسکندریه را بنیاد نموده است. ولی خونریزی و کشتارهای وحشیانه به غلامی و اسارت بردن نیاگان ما از کودک 7 ساله تا پیر 70 ساله، آتش زدن شهر و دهکده های سوخت و باختر، بنیاد استحکام و گارنیزانهای حربی و شهرهای قلعه بندی، عزم و اراده استقلال خواهی و مبارزه های بردوام اجدادان باختری و سعودی ما را بر ضد اجنبیان یونانی و مقدونی شکسته نتوانست. مبارزه های پی در پی متشکلانه زیر پرچم آزادی و استقلال، گرد آمدن قوم و قبیله های مختلف، اتحاد هدفمند ساکنان شهر و دهات علیه دشمنان مکار و دیگر عامل ها هویت آزادی خواهی و وطن پرستی را در نهاد مردم باختر و سوخت پرورش داد و در امتحان های بسا دشوار تاریخ آزمود. سپیتامین در نبردهای نابرابر هلاک شده باشد هم همصفان او آکسیارت، سیسیمیتر و هوریان در قلعه های دستنارس کوهی و شاخهای بلند و استوار پناه برده دشمن را لحظه آرام نمی گذاشتند.